اگه سرعت ویندوزت پایینه و مثل لایک پوش میمونه و هر برنامه رو باز میکنی لگ داری، سرعتش پایینه، این ویدیو تا انتها ببین. 10 تا تنظیمات مخفی ویندوز رو بهت نشون میدم که باعث میشه سرعت ویندوزتون چند برابر شه بدون نصب هیچ برنامه‌ای. بریم سراغ تنظیمات. اول خاموش کردن انیمیشن ها. بریم توی ستینگ، گزینه سیستم، میام آخر اینجا about، بعد advanced system setting، روی setting میزنید، بعد اینجا میزنید رو گزینه adjust for best performance، بعد گزینه فونت اینجا 3 تا مونده با آخری و تیکشو میزنید، بعد اپلای میزنید، اوکی میزنید. باعث میشه خیلی از بار گرافیکی روی کارت گرافیکیتون بیاد پایین، سی پی یوتون کمتر استفاده بشه، خیلی توی لگ تاثیر داره تو بازی. و اپلای اوکی، بعد ریستارت رو میزنید. خب تنظیمات بعدی، میریم توی تاسک منیجر، برنامه هایی که وقتی ما سیستممون رو روشن میکنیم رو صفحه اجرا میشن، توی گزینه استارتاپ اینا رو باید خاموشش کنیم، مثل این برنامه. حالا اینو دیزیبلش میکنیم، اینو دیزیبل میکنیم، اینو دیزیبل میکنیم. برنامه خاصی لازم نی اجرا بشه، حالا برای برنامه AMD دیزیبلش نمی کنیم. بریم سراغ یه تنظیمات دیگه ای. ویندوز ها رو میگیریم، ران اجرا میشه، یه فایل های موقتی داره سیستم ما، کارهایی که انجام میدیم یه سری فایل های ذخیره میشه توی یه جایی. این فایل ها به درد نمیخورن، مشکل نداره اگه حذفشون کنیم. تو اینجا می نویسیم temp، اوکی میزنیم، کانتینیو، کنترل A رو بگیرید، شیفت دیلیت، شیفت با دیلیت رو فشار بدید، این تیک رو بزنید، اسکیپ رو بزنید، همش پاک میشه. دوباره یه بار دیگه ویندوز ران، این دفعه درصد شیفت، درصد کو، درصد تمپ، درصد، دوباره اوکی، کنترل A، شیفت دیلیت. 702 تا ایتم بود. اینا دیگه پاک نمی شدن چون در حال اجرا بودن. دوباره ویندوز آر، یه چیز دیگه هم هست که باید بنویسید، اینجا می نویسم روش بنویسید. کانتینیو، کنترل A، شیفت A، شیفت دیلیت. خب بریم سراغ بعدی. توی این سرچ اینجا می نویسیم پاور، پاور ادیت پاور پلن. تو بالا اینجا یه دونه برگردید فقط پاور آپشن رو بزنید، بعد اینجا از شما معمولا رو گزینه بالانسه، ولی خب اینجا باید روی های پرفورمنس بذارید که توی برق مشکل نداریم، چون ما سیستمیم. لپتاپ اگه بود مشکل داشت، ولی چون سیستم داریم روی های پرفورمنس بذاریم، FPS بهتری بهمون بده. خب بریم دوباره یه تنظیمات بعدی، چهارمین تنظیمات. میریم تو ستینگ، پرایوسی،
بعد اینجا یه سری چیزا داره ویندوز که اصلا به کارمون نمیاد، مثلا لوکیشن روش میزنید آفش میکنید، دوباره کامرا آفش میکنید، میکروفون آف نکنید، نوتیفیکیشن آف کنید. تقریبا خیلی از این آخری ها رو بیشترشون رو باید آف کنید. رو خودتون ببینید کدوم اینا رو به دردتون نمیخوره، از اینجا میتونید آف کنید. بعد یه کار دیگه که خیلی تاثیر داره توی ویندوز اینه که ما باید ببینیم کارت گرافیکمون چیه. همیشه کارت گرافیکمون آپدیت نگه داریم. الان روی اینجا راست کلیک میکنید روی این آیکون ویندوز، دیوایس منیجر رو میزنید، میاد اینجا دیسپلی آداپتور نوشته مدل کارت گرافیکمون رو رادئون آرایکس 580. بعد اینجا میاد تو گوگل، توی گوگل میایم سرچ میکنیم AMD درایور، وارد همین سایت اولی میشیم. مدل کارت گرافیکمون رو باید انتخاب کنیم. مدلش رو که دیدیم، کم زمان میبره تا بیاد. خب مدل کارت گرافیکمون رو اینجا گزینه دانلود ویندوز درایور رو بزنیم. اینجا بعد ببینیم چیه AMD گرافیک، بعد مدل گرافیکمون رو باید انتخاب کنیم. رادئون آرایکس، نه جو سرچ هم بنویسید RX 580 میاد RX 580. خب اینجا RX 580 آورد ویندوز اون. اگه 11 اینجا کلیک میکنیم و مستقیم دانلود میشه. دانلود نشه، مستقیم درایور رو دانلود میکنیم و نصبش میکنیم. یه ویدیو در مورد تنظیماتش هم میذارم. بعد بریم سراغ تنظیمات بعدی. میایم دوباره تو ستینگ، بخش گیم مود همیشه باید آن باشه. کپچر رو آف کنید. کپچر رو همیشه آف کنید. خیلی از ویندوز استفاده میکنه برای ویدیو اینا، مثلا FPS اینا رو بنویسه، به دردمون نمیخوره. این آفش کنیم بهتره. بعد یه کار دیگه ای که باید برای ویندوزمون انجام بدیم اینه که بیایم اینجا. این را همیشه چیز ویندوز سکیوریتی هست، ویندوز دیفندر، ویروس. اینجا راست کلیک روش میکنیم، بعد روی گزینه دومی میزنیم. خب میاد اینجا، اینو کنسل کنید. بریم تو بخش هوم. بعد این بخش رو دو تا کلیک روش بکنید، روی منیج ستینگ بزنید و اینجا هرچی گزینه است خاموشش کنید که این خاموش بشه. تنظیمات بعدی میایم توی سرچ مینویسیم دیفرگ من خب همین که آورد اینو میزنیم. بعد روی اپتیمایز میزنیم، شروع میکنم اپتیمایز. اگه هاردمون مشکل داشته باشه اینجا میزنه. الان از من مشکل نداره. این
10 تا تنظیمات بهترین تنظیمات افزایش سرعت ویندوزه. دیگه اگه ویندوز سریعتر شد برام تو کامنت ها بنویس چقدر سریعتر شد یا چقدر تاثیر داشت. سابسکرایب یادتون نره. فعلا